آها حالا این یه دونه رو جدا کن. یو یو. ایستگاه شکر. I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, I'm going away, I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. فهمیدین چی شد؟ من از ذوق امروز که میخوایم بریم سر تمرین و ویدیو بگیریم و اینا، ساعت 2:30 از خواب بیدار شدم. 11 خوابیده بودم دیگه. 2:30 بیدار شدم، مثلا نگاه نکردم، فکر کردم 6. اومدم بیرون کلی کارامو کردم. فکر کنم باید برم دکتر. شما بمون. اینجا خونکه، من قرار برم بیرون، گرمه. شما نمیخوام. به ایستگاه شکر. هر موقع خواستین تخم مرغ بپزین، تخم مرغ یعنی آب پز بخورین، اول آب بذارید جوش بیاد. بعد از اینکه آب جوش اومد تخم مرغ رو بندازین توی آب. عسلی خواستین که 7 دقیقه باید بپزه تو آب جوش. بعد سریع تخم مرغ رو در بیارین بذارین تو آب سرد. مهندسم بیدار شد دیگه، میتونم صحبت کنم یکم بلندتر. خب چطورین؟ فقط الان مونده که صبحونه رو بزنیم، آماده شیم، سینا بیاد دنبالمون با مهندس که بندازیم بریم سمت تهران، چون ما پردیسیم دیگه. شهر پردیس زندگی میکنیم، 30-40 کیلومتری تهرانه. نیم ساعت 40 دقیقه با شرق تهران فاصله داره، مثل نوبنیاد و تهران پارس و اینا. بعد دیگه بچه‌ها کار دارن خودشون، ولی با هم میریم تهران دیگه. منم میرم سر تمرین با رفقای بند که معرفیشون میکنم بهتون. و اینکه این اولین ویدیوییه که دارم اینجوری میگیرم، تجربهشو ندارم، هیچ ایده ندارم باید چیکارو بکنم که بهتر بشه. حالا دوست دارم از چت جی پی تی یه چیزی بپرسم. سلام جیگر، حالت چطوره؟ صبح بخیر. ببین بهم یکی دو تا ادوایس بده واسه ساختن ویدیوهای ولاگ تو و اینا توی یه روز. اکسمن، من صدای منو آرومتر و روانتر میکنم. اگر نیاز به تغییر دیگه‌ای هم داری یا دوست داری لحن خاصی رو داشته باشم، حتما بهم بگو. الان همه چی همینجوری آروم و روان میگم که راحت‌تر بتونی تمرکز کنی. عالیه، مرسی. بگو لطفا. قربونت، خوشحالم که راضی بودی. هر وقت باز خواستی یا نیاز داشتی لحن رو عوض کنم، فقط بهم بگو. من آماده‌ام که هر جور راحتی که توی کارت هست پیش برم. عزیزم 2 تا ادوایس ازت میخوام واسه چیز، واسه ویدیوهای مثل واسه یه سری ویدیو. وایسا الو عزیز، یه چیزی رو آروم‌تر و سریع‌تر بگم، فقط بهم بگو. قربونت برم. یه دقیقه گوش بده. و نیازت هماهنگ بشم. یه دقیقه گوش بده به من. حتما. ازت 2 تا پیشنهاد و ادوایس میخوام برای ساختن ویدیوهای ولاگتوری و اینا. حتما. من صدای آروم و دلنشینی رو برای توضیح و هدایت مراحل ضبط ویدیو استفاده میکنم. حالا یه چیز دیگه ای هم بگو راجع به خود ویدیو گرفتن و اینا. دقیقاً. حالا من قدم به قدم باهات پیش میرم. اول از همه مطمئن شو که دوربین یا گوشی روی یک سه‌پایه ثابت قرار گرفته باشه. بعد نور رو چک کن که کافی باشه و در زاویه مناسبی باشه. هر جا نیاز به تغییر بود من همراهت هستم. مرسی، ممنونم. بوس، خداحافظ. اینم از پند امروز.
go again. وایسا سوخت چه با ترسیدم مرده سویا چرا سوخت دیگه نور ویدیو کم فکر کردم چیزی جایی سانسور سوخت. بالاخره زدیم بیرون. آقا سینا اومد. چیو؟ جا پارک خالیه. پارک خالی. نشون بدیم پارکینگ داریم. جا پارکمون خالیه. پر میشه. سلام. آقا سینا. سلام. صبح بخیر. سلام آقا سینا. خوب هستین؟ به پادکست ما خیلی خوش اومدین. امیران که پادکستشون روی داده واسه ما گوز داده. امیدوارم که لذت ببرید از شنیدن این پادکست. آسینا رفیق عزیزم. ارادتمند شما هستیم. مهندس. با گوزهای ما همراه باشید. آره قربونتون برم. دیگه تا خود تهران میخوایم گوز کنیم. گوز به معنی چیز نه، گندگوزی میخوایم کنیم. رویا بافی مثلا، بزرگ پروازی، گندگویی. Pack your bags for the weekend. I just booked our flights. Let's go see a show in Mexico, yeah. Laugh and dance all night. We should fly right over the sea. Take my hand to another land, girl, just you and me. اتفاق افتاده داشتم. میتونید این تصویر شما بگیر وقتی میگم آدم باشی. مقصر کوتا نیا. شاتات متین عزیزم از اون یاد گرفتم. خب رسیدیم میرداماد، دفتر آقا سینا. آقا سینا اینجا کار میکنه، ساختمان روز. بیاین پیششون شماره‌ش و اینا رو میذارم. سینا پول تبلیغات رو بعد حتما در خلا هستیم. برو بالا بیا. طبقه 9. من با میستم همینجا سینا. باش. مهندسم که رفت به کاراش بره. در بازه. سینا هم رفتش که مدارکش اینا رو برداره بیاد پایین و یه کافی بزنیم. من که کافی نمیخورم. قهوه رو تقریبا یک ماهی میشه که ترک کردم که آخه واقعا هم چیز داره دیگه. واقعا هم اعتیاد داره قهوه جدی. کافئین و مثلا مدل قهوه خوردن و فلان اینا. قطعاً چرا اینجا خوشگله. به وایب جنگل میده. درگیری داره میدونی. شما وقتی میخوری عادت میکنی. من خب از مثلا خیلی سن پایین‌تر کافه و اینا کار کردم. اونجا مثلا قهوه و فلان اینا دیگه سبک کافه و اینا هم همه رفتیم از یه جایی به بعد توش دیگه. الان هم همینه. الان هم خیلی زیاد قهوه یعنی چیز شده. یه چیز نرمال جای چای همه قهوه مثلا میخورن. ولی قهوه من فهمیدم که خیلی بهم استراب و انگزایتی و اذیت هم میکنه. بنابراین حالا یه پیشنهاد از دوستتون، اگر که قهوه خیلی مصرف میکنین، زیاد میخورین، 2 تا میخورین در روز، 3 تا میخورین در روز، به خاطر محیط کارتون، به خاطر اینکه فکر میکنین اکتیوتون میکنه، به نظر من این به نظرم این یک چیزه، یک عادت ذهنیه، یه جور مثلا توهمیه که ما به خودمون میدیم که آقا قهوه بخور اکتیوتر باش و فلان اینا که مثلا کار کنی، خوابت نبره، حالت خوب باشه، انرژی داشته باشی. آره دیگه. من اینجا میرم سوار مترو میشم، مترو میرداماد، میرم برای ایستگاه فردوسی. بعد برم خط تجریش و تحریزک رو برم پایین از اینجا و فردوسی هم که پیاده تا استودیو یکم راهه. استودیو هم که میرسیم میریم برای تمرین. دیگه همین دیگه. با ما باشید، بالا باشید. آره بریم ببینیم که امروز برای ما دنیا چی داره. میخوام از حال خودم براتون میگم. با حالم، انرژی دارم، خیلی خیلی ذوق دارم که دارم ویدیوی اینجوری میگیرم، میسازم. یه لایکی، یه کامنتی، یه سابسکرایبی چیزی. یه خورده کجه، ولی خب زندگی ما تو ایران کجه دیگه. اگه مثلا همه چی خیلی درست و صاف و اوکیه که بخواد ویدیو صاف باشه، من تو ادیت صافش میکنم، ولی خب چه فایده؟ کجیم دیگه. من قیافم کجشه. ببین از این ور کجم، نگاه از این ور از این ور کج، از این ور
تو هم همینطور سینا یه مرمر من کن. نیمرخ نبودم. یه نیمرخ بده نیمرخ خیلی کجی. همین یه تیکه هم موزیک جدیده رو بدون همین خطورا بودم. این زندگی ازم گرفت یه خواب راحتو، چشمام به ساعتو، هر لحظه شد عادتو. این زندگی بهم نداد یه روز عالیو، بی خیال مالیو، هر عشق و حالیو ازم گرفت. خیلی خفنه این موزیک. خفن تویی. به خدا میگم. خفن تویی. برو بریم برای ادامه روز و بچه‌ها اگر از خارج کشور این ویدیو رو می‌بینید بدونید که مترو اینجا رایگانه. تو نازونه من زندگی می‌کنیم. It's been a while since we've been together. I still feel that fire. Something beat. مامان برام لقمه گرفته. نومه ساندویچ سخاری، مرغ سخاریه. مامان قربونت برم. عاشقتم. همیشه دیگه همیشه. You know I want it. You know I want it. To be your lover, to be your partner. I took you for granted, lost the moment, and I let your love slip away. تویوتا جیتی. آخه یه بادی بزنم. آخه آره این باد برای منه. مرسی خدا. سینا سایکور. بچه ها بیان دونه دونه میخوام بهتون نشون بدم. بچه ها رو بشناسیم. مشکلش این بود که خیلی سلام. رفقا حالا هی من سیگار دستمه تو هی ولاگ داداشی سیگار چیز بدی نیست که. بس می‌گی. سیگار امروز فکر کن اروپا هستیم و سیگار دود میکنیم. بله رفقا چه خبر؟ چیکار قراره بکنیم؟ مثل اینکه قرار ولاگ بگیریم. ولاگ میگیریم. ولاگ یک روز با موزیسین های مورد علاقه. من خودم موزیسین نیستم رفقا. اساتید بنده. من اینجا هماهنگی ها رو میکنم میام وا میستم شما آریان عزیزم زهره عزیزم. من میرم هماهنگی ها و اینا میرم پشت میکروفون یه سر صدایی میکنم و میام. برای من یه چیزم هر جا کم آوردی باختی هرچی به دست آوردی کاری نباشه من اونجا پیشتم پشتتم تعصب تو میکشم بعد که برگشتی 5 متره یک، 5، 6، 7. اوکی. سی فایده سولا خوبه. به هیچ کس گله نمیشه کرد 25 و شدم پیرمرد با بکشم ها بیرونه ما بیرونه ما بیرونه ما بیرونه ما بیرونه ما بیرونه سولو رو می‌خواستی همون چیزا رو بگیم نوتروتا رو بگیریم. آره میخواستم کسکلک کنم جواب نداد. دمپایی
الان چی داری میزنی؟ اتی سلام علیکم. سلام علیکم. مهمون داریم. بتی خوش همون همون بتی بود ما بهش ما انداختیم کردیمش. رفقا خسته نباشین. خسته نباشید، خیلی سشن مفیدی بود. اینا عشقم آره، هست سلام. تو کل فیلم ها هستی. خیلی کیف داد. تمرین رو زدیم و میریم با امیر حسین شو یه جلسه بریم ببینیم که برنامه چیه. سلام جاز کافه. من انقدر کچل نیستم بچه انقدر کچلم. تبلیغات کوکاکولا نشه. من مثل این ورزشکارا کوکاکولا رو حذف میکنم از چیز. زورا رو دیدین؟ اینجوریه. اونا براتون بگه که دیگه داریم برنامه‌ریزی میکنیم که ببینیم مهر چیکار کنیم. مهر تور ایران. یه هفته یه زبان خوندن سفت رو شروع کردم. من خب زبانم بد نیست، یعنی از روی بازی و مثلا فیلم و اینا یاد گرفتم یه چیزایی، ولی شروع کردم به خوندن سفت، مثلا قشنگ یاد بگیرم و مکالمه و فلان. شروعش کنیم. مرغ ریحون، بوریتوی مرغ و ریحون دارم اینجا. میدونم تو دستشویی نباید ویدیوی ولاگ بگیرم، اما بیرون انقدر شلوغه و نیاز داشتم که لحظه بیام و اینجا خلوت کنم. حالا با شما خلوت کنم. باتری اجتماعیم از یه جایی به بعد یهو مثلا اینجوری نیست که باتریم ضعیفه، مثل این آیفون هایی هست که چیزشون ضعیفه، باتری چی بهش میگن؟ هلث باتری پایینه. مثلا هلث باتریم پایینه، بعد مثلا یهو از 20 خاموش میشه، یعنی یهو باتری سوشال هم تعطیل میشه، یهو اینجوری هم که دیگه بسته دیگه. مثلا الان اینجوری شدم دارم میخواد که زودتر فرار کنم برم خونه و برم باشگاه. بریم که برسیم پردیس. من که موزیک ندارم، هندزفری ندارم برای شما، ولی میتونم موزیک بذارم که گوش بدید. بیا بذار هندزفری رو بذارم گوشتون. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. همین الان پیاده شدم از تاکسی دیگه، رسیدم خونه دیگه. این هم از یک روز تمرینی. هی رفتیم 8 صبح راه افتادیم، الان 6 و ربع. یه استراحت ریز و باشگاه. سلام. خوبی؟ خسته شدم. خیلی گرم بود. دیگه خسته نیستم، دیگه انرژی گرفتم، دیگه حالم خوبه. بیا اینو بزن ببینیم چجوری میشه. نه بابا بزن. اینو بده من بزن. اوه کشور د گنگ. یو یه دونه اینجوری هم بکن. یو این دوتا رو بگیر. این دوتا بگیر. این دوتا رو اینجوری بگیر. آها این حالا این دوتا رو بچسبون به هم. آها حالا این یه دونه رو جدا. یو مرسی، ممنونم. قربونت. I got you wrong. You got to see. You got me wrong and I got you wrong. میگه به جای اینکه دنبال جوینت تو پاکت سیگارم بگردم، کاش کنم
دنبال اسکوپ تو کراتینم میگردم. مرسی. Did you feel it? Did you really feel it? You said you felt it. You were in it. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I'm just moving. You got me wrong and I got you wrong. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I'm just moving. Baby. Baby, please listen to me. Please listen to me. Let me say what I gotta say. You got me wrong and I got you wrong. دیگه دمپایی نازم رو بپوشم برم بخوابم. آخ جون، آخه خیلی خوابم میاد. شب بخیر.